عباس میرزا نامدار به عباس میرزا نایب السلطنه متولد 1203 در نوای آمل از شاهزادگان قاجار و فرزند فتحعلی شاه و آسیه خانم بود که در فاصله سالهای 1799 تا 1833 ولیعهدی ایران و نیابت سلطنت پدرش را بر عهده داشت. عباس میرزا یکی از نامدارترین شاهزادگان قاجار و آغازگر اصلاحات در ایران معرفی شده است که برای خروج ایران از انزوا و عقب ماندگی گام‌های مهمی در عرصه‌های گوناگون برداشت. به همین دلیل بسیاری به وی به بانی ورود ایران به عصر جدید و پایه‌گذار تجدد در ایران دادند. اقدام اصلی عباس میرزا در راستای مدرن‌سازی ایران تلاش برای ایجاد دولت منظم بود. وی تلاش کرد تا قدرت‌های محلی را در برابر دولت مرکزی تضعیف و یک حاکمیت واحد بر سرتاسر کشور اعمال کند. اقدام دیگر عباس میرزا اعزام دانشجو به اروپا و آوردن صنایع مدرن به ایران بود.